خود اندو بلند، مشت سید عیسی، حاجصفی و توی دروازه، گل اول ایران قبل از سوت پایان 45 دقیقه اول. ایران 1 بحرین 0. ایران 1 بحرین 0. جای هموطنان ما در ورزشگاه خالیه. آندو میفرسته، مشت میکنه توپ رو. حاجصفی این بار دیگه دقیق، این بار دیگه دیدنی و این بار دیگه تماشایی توپ رو به کنج دروازه بحرین میفرسته. ایران پیروز به رختکن خواهد رفت. عالی زد ضربه رو. احسان حاجصفی